السلام علیکم بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. امروز هم با یک ویدیوی جدید برای شما. امروز هم مثل دفعه پیش بعضی از کودهای کوانتومی را در اختیار شما میگذارم که شما عزیزان از آن استفاده نموده و بهره خوبی از آن ببرید. امیدوارم که این کودها برای شما قابل استفاده خوب قرار بگیرد. شما میتونید مثل دفعه قبلی این سه روش را باید استفاده کنین و یا اینکه هر وقتا که میخواهین از کودهای کوانتومی استفاده نمایید اون را 2 بار 3 بار و یا 4 بار میتونید بخوانید و بعد از که خواندن در صورت 5 الی 10 دقیقه میتونید شما به استراحت نیاز دارین که اون استراحت را انجام بده. طریقه بعدش میتونید اون را با کاغذ بنویسید، با خود حمل نماید، این هم سودمند می باشد. و طریقه سوم آن این است که شما با یک قلم و یا توش او را میتوانند در بدن خود بنویسید. استفاده این کودها بسیار آسان است و برای شما ضرر نمی رساند بجز بهبودی و بهتر کردن شما. این هم ویدیو این روز ما. امیدوارم در آینده هم موفق شوم که بعد ویدیوهای دیگر هم در اختیار شما بگذارم. اگر کسی که میخواهد و یا مریضی دارد که میخواهد از اون مریضی خلاص شود و نیاز به این کودها داشته باشد میتوانم نام اصلی یا اینطوری بگم که نامی که در طفولیت بالایشان پدر و مادرشان میگذارد اون نام اصلیشان را با ما میتونن کامنت کنن که ما هم برای اونها اون کودهایی که اگر داشته باشیم و در اختیار داشته باشیم برایشان ارسال کنیم. امیدوار هستم که خوش و خرسند باشیم و خدا